من 21 سال. بده روزنامه که حدود 30-40 تا توقیف شده. من معمولا در هر روزنامه یک ستونی داشتم که بعد از مدتی که توقیف شده اون ستون هم از بین رفته، اما روزنامه‌هایی که من خودم بودم معمولا ثبات بهتری داشتن. یکی روزنامه اطلاعات بوده که در یک دوره‌ای من کار میکردم که هنوز تنوع روزنامه در ایران نبوده. نه اونم نیست. من الان عموما با در واقع دیگه دنیای دیجیتال و دنیای انتزاعی وب کار میکنم. در داخل امکان کار عملا فراهم نیست. بنابراین وقتی که امکان کار نیست دیگه امکان تبعات کار هم مثل برخورداری از بیمه و این چیزها برای ما وجود نداره.